سونا نمرد و موند که انتقام کارهای عابدین رو با طلاق بگیره. حتی بچه عابدین رو هم نمیخواد. سیران هم بیشتر از سونا آتیش انتقام همه وجودش رو گرفته، به خصوص به خاطر عمارت که از دستش دادن. سیران نقشه داره، میخواد چی کار کنه. ایفاکت خانم کمکش میکنه. میخوایم بدونین که چی میشه؟ تا آخر ویدیو با ترک ماگازین همراه باشید که خلاصه قسمت 93 و تیزر قسمت 94 رو با هم ببینیم. ایفاکت خانم به فرید میگه من و سیران میریم امارت تا وسایل هامون رو جمع کنیم و با خونمون خداحافظی کنیم. سونا که میفهمه بارداره میخواد سخت کنه و میگه من بچه اون قاتل رو نمیخوام. اینجا بود که سیران میگه نگران نباش، من کاری میکنم تاوان کارش رو پس بده و مادرش راضیش میکنه که بچهش رو سخت نکنه. چیچک که امارت افتاده دستش گوسفند قربونی کرده و اون صحنه که تیزر قسمت قبل نشون داد، پسرهاش هر دوشون کشته شدن، فقط خواب بود. عابدین که با فرید تلفنی صحبت میکرد و ازش خواست که سونا رو ببینه و سیران به سونا میگه بهتره بری پیش عابدین و حرفاتو باهاش بزنی. گلگون خانم که از ماجرای سونا و فرید با خبر شده به سونا میگه اگه چیزی هست که خجالت میکشی بگی به من بگو و سعی میکنه فرید رو راضی کنه که سونا بره پیش عابدین. میترسه که پدر بچه فرید باشه. چیچک هم میخواد آیشن رو به عابدین برسونه. آیشن هم به عابدین میگه یادت نره همیشه اول من کنارت بودم. بعد از اون کشمکش ها سونا و عابدین این زوج عاشق همدیگر رو میبینن و سونا به عابدین میگه بچه‌مو بهت نشون نمیدم، تو قاتلی. و عابدین در جوابش میگه حق نداری بچه رو ازم بگیری. سیران که فکر میکرد تا آخر عمرش قراره تو امارت باشه و برای آخرین بار میره اتاقش با فرید و همه خاطرهاش براش زنده میشه. موقع برگشتن فرار میکنه، تو امارت قایم میشه. تو خونه که همه منتظرن و نگران سیران هستن، فرید میفهمه سیران رفته امارت، اونم با اسلحه و ایفاکت خانم که کمکش کرده بود کلن انکار میکنه و میگه من نکردم. سیران که تو امارت قایم شده بود نصف شب یهویی با اسلحه در اومد جلوشون. به چیچک گفت بچه ها تو میکشم، تا اینکه فرید رسید و سیران رو بغل کرد تا قاتل نشه. از اونجا بردنش. فرید با خودش خلوت کرده بود و با وجدانش کلنجار میرفت. به سیران پیام داد و گفت بدیهامو جبران میکنم برات. تازه قدر خانواده و همسرش رو دونسته و از مادرش خواست که با اسم خانم رستوران رو دوباره باز کنن. فرید فهمید که حالیس آقا کارهای مخفی انجام میده، اموالش رو داره میفروشه. سیران هم که فرصت رو مساعد دید از سونا پرسید چرا تو بیمارستان میگفت خطای بزرگی انجام دادم. اونم خودش رو زد به کوچه علی چپ و چیزی نگفت. آقا حالیس هم میخواد چیزایی به فرید بگه ولی غیر مستقیم. پس آقا چنگیز رو میفرسته که بهش نزدیک بشه. فرید هم سر حرف رو باز میکنه و بهش میگه که چه گناهی مرتکب شده. از اول عاشق سیران بوده، اونم تو اولین نگاه. سونا هم که اتفاقی حرفاشونو میشنوه از فرید که قطع امید میکنه میره سراغ عابدین که با اون بمونه. تو این حین هم فرید حرفای حالیس آقا رو با وکیلش میشنوه و میفهمه حالیس آقا قراره بمیره و همه چی رو به اون داده. و اما سکانس آخر سریال که سونا رفت امارت پیش عابدین، آیشن گفت همه چیزو به عابدین میگم و درگیر شدن. آیشن از پله ها افتاد پایین و اما در قسمت بعد میبینیم که چیچک به سونا میگه دعا کن زنده باشه و فرید به همه گفت که حالیس آقا قراره بمیره. و مهمترین سکانس تیزر سیران بود که با کفش بچه میاد پیش خانواده و حالیس آقا و گلگون خانم رو به آرزوشون میرسونه، یعنی بارداره. اگه ویدیو رو دوست داشتین لایک و سابسکرایب یادتون نره. دوستتون دارم. بدرود.